با مقصد سزاوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروزها کارهای ساختمانی و آبادانی در همه گوشه و کنار شهر و دیهات اسفره با مرام ادامه داشته کل ساکنان شرفمند آن تلاش دارند تا جشن ملی را با نتیجه های نظررس استقبال نمایند. در این روند ساکنان جماعت دیهاتی سرخ نیز به پیشواز جشن تاریخی در کارهای آبادانی و سازندگی سهمی ارزنده گذاشته با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و جلب صاحبکاران و ساکنان برای آبادانی محل جهد و تلاش کرده ایستادند. باعث قناعتمندی است که گسترش بنیادکاری‌ها در دهات با اشتراک وسیع ساکنان، سخاوتمندان، صاحبکاران به کار خیرخواهانه و دستجمعانه تبدیل یافته است. تشبث و اقدامات سازنده مردم دهه، سهمگذاری صاحبکاران سخاوتپیشه و سعی و کوشش و سهم ساکنان آبادکار دهه را در حل مهمترین مشکلات اجتماعی و آبادانی محلی زیست شایسته تحسین و عبرت و پیروی هاست. بعد انجام منفرش‌کنی کوچه و راه‌های بین دهوی ساکنان دهه تصمیم گرفتند که در تعمیر و ازنف‌سازی قسمت راه اسفره وارخ که از مرکز دهه می‌گذرد سهمگذاری نمایند. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دیهاتی سرخ 16 انشاءات‌ها به نقشه گرفته شده بود. از 16 انشاءات‌ها من به امروز 14 انشاءات‌ها ساخته به استفاده داده شد. من در نوبت خود با علاوه مردمی سربلند جماعت دیهاتی سرخ کمر همت بسته شاهراه اساسی اسفره وارخ که از حدود جماعت دیهاتی سرخ میگذرد من به 4 کیلومتر من علیکه برای منفرش کردن راه کوچه تیار کرده ایستاده. هر دو طرفی کوچه را پر با بتون پوش کردن جویها آماده کرده من برای منفرش کردن پر آماده کرده ایستاده. روزهای نزدیک علیکه منفرش کردن 4 کیلومتر راه با پهنایی 8 متر را آغاز می‌نماییم. همچنین به نقشه گرفته شدیم که همین 8 کیلومتر حدود جماعت دیهاتی سرخ را بعد از به انجام رسانیدن 4 کیلومتری مرحله اول با آخر رسانیم. جایزه ذکر است که در تشکیل و پیشبرد کارها در سمت ازنف‌سازی و منفرش‌کنی راه مذکور در برابر صاحبکاران سخاوتپیشه اعضای هر یک عائله خانواده به قدر امکان و توان مساعدت و سهمگذاری دارند. به عملهای خیر و وطندوستانه دست زدن صاحبکاران و افراد سخاوتپیشه وسعت می‌یابد که آن به بهتر گردیدن سطح زندگی مردم مساعدت می‌نماید. همه آبادانی‌ها که در جماعت دیهاتی سرخ شده ایستاده است همش با دستگیری صاحبکاران و سخاوتمندان برومند دیهاتی سرخ میباشد. ما امروز نیت داریم که با همین آبادانی‌ها با در آینده با پرگی آبادانی‌ها و کوشش سهم خود را گذاشته جماعت دیهاتی سرخ را به یک گوشه آبادی دیار عزیزمان مبادل گردانیم. در عرفه جشن بزرگ ملی مردم اسفره با وسعت کارهای آبادانی در هر یک محل اهالی نشین شهرک و دهات و کارخانه و مؤسسه‌ها جهد دارند که این شهر باستانی باز هم رشد و ترقی و زیبا و آراسته گردد. صابر ایوبی، شهر اسفره، اخبار.